بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بیادار که چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه را می آفرینم. فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن خلیفه می گردانی که در آن فساد می کند و خون می ریزد؟ در حالی که ما تسبیح و ستایش تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می نماییم. خدا گفت حقا من می دانم آنچه را که شما نمی دانید. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. خداوند برای آدم اسما یعنی اسرار اشیا را آموخت. باز آن اشیا را به فرشتگان پیش کرد و گفت اگر شما راستگو هستید پس نام این چیزها را به من بگویید. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آنها گفتند پاکی تو، ما را هیچ علمی نیست مگر آنچه تو به ما آموختی. براستی که تو و تنها تو دانا و حکیمی.